آینه های خیلی بزرگی داره. این یک پوان مثبت توی سفر هستش. قشنگ توی جاده که بیفتید این عرض بنده رو متوجه میشید که آینه که هر چقدر بزرگتر باشه تسلط شما به اون پشت سریا و بغلیا که دارن از بغلتون رد میشن خیلی بیشتر میشه. مخصوصا این موتور چون باکس داره، نگاه کنید از پشت خیلی پهنه و رایدش با راید یک موتور شهری کاملا متفاوته. واقعا آینه‌های بزرگ به کار میاد توی مسیر. زینش رو هم بخوام نشونتون بدم، یه فضای خیلی خوبی داره که من فقط به عنوان جعبه ابزار ازش استفاده میکنم، چون همیشه آچار و ابزار همراهم هست. یه جعبه ابزار پروپیمون دارم که توی راه اگر مشکلی بر بخورم به کارم بیاد. همیشه هم واقعا به کارم اومده. حالا نه برای این موتور، این که صفر فعلا به مشکل نخوردم، ولی چه با ماشین چه با موتورهای قبلی مثلا مسافرت میرفتم همیشه لازم بوده که در واقع جعبه ابزار همراهم باشه. توصیه میکنم شما دوستان هم همراهتون باشه. حتی من تعویض روغنش اینا رو همیشه خودم انجام میدم، چه روغن گیربکس و چه روغن موتورش.